آموزش نحوه استفاده از سامانه بتا، طرح الماس رفاه. بخش اول، ورود مستمری بگیران به سامانه بتا. برای استفاده از سامانه بتا کافی است با استفاده از تلفن همراه و یا کامپیوتر شخصی خود وارد مرورگر شده و آدرس https://beta.refah-bank.ir را در نوار آدرس تایپ کنید. در صفحه اصلی سامانه بتا و از طریق فرم ورود مشتری یا احراز هویت کارتی، مشتریان متقاضی خرید اقساطی کالا یا خدمات می توانند با استفاده از رفاه کارت متصل به حساب حقوق خود وارد سامانه بتا شوند. به این صورت که اطلاعات کارت خود را مطابق فیلدهای فرم وارد نموده و دکمه دریافت رمز پویا را کلیک نمایند. جهت ارسال رمز یکبار مصرف، فعال بودن رمز پویای کارت بانکی الزامی است. بعد از ارسال پیامک رمز یکبار مصرف، رمز را در کادر زیر وارد نموده و دکمه ورود را کلیک نمایید تا وارد سامانه بتا شوید. در حال حاضر ورود به سامانه بتا صرفاً برای مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند امکان پذیر است. پس از ورود به سامانه بتا، جهت استفاده از طرح فروش اقساطی الماس رفاه روی گزینه مورد نظر کلیک کنید. به محض ورود به طرح الماس رفاه، فرایند اعتبارسنجی سامانه بر اساس آیتم‌های زیر برای مشتریان انجام می‌پذیرد. کنترل عدم وجود چک برگشتی مشتری، کنترل عدم وجود بدهی‌های تسهیلاتی مشتری، کنترل عدم انسداد حساب مشتری، کنترل در قید حیات بودن مشتری، کنترل بازه سنی مجاز مشتری 18 تا 77 سال، کنترل سوابق قبلی استفاده از اعتبار خود در سامانه بتا و پس از آن 60% از آخرین واریزی حقوق مشتری به عنوان حداکثر توان بازپرداخت اقساط مشتری در ماه به عنوان اعتبار وی محاسبه و نمایش داده خواهد شد. در این مرحله مشتری میبایست با استفاده از دکمه انتخاب پذیرنده با جستجوی فروشگاه یا پذیرنده مورد نظر خود نسبت به انتخاب پذیرنده و دریافت اجازه‌نامه برداشت از حقوق اقدام نمایند. بلافاصله پس از انتخاب پذیرنده، اجازه‌نامه مربوط به مشتری نمایش می‌یابد که ضمن مطالعه و کنترل مفاد آن با استفاده از گزینه متن فوق را مطالعه و اطلاعات مندرج را تایید نموده و با آن موافق هستم و کلیک روی دکمه تایید و فعالسازی اعتبار، فرایند ثبت اجازه‌نامه مشتری به پایان میرسد. پس از ثبت اجازه‌نامه، مشتری میبایست به فروشگاه مورد نظر خود مراجعه نموده و ضمن ارائه کارت شناسایی معتبر، فرایند خرید اقساطی کالا یا خدمات خود را تکمیل نمایند. همچنین پس از انجام خرید اقساطی از پذیرندگان طرف قرارداد با بانک، مشتری میتواند با مراجعه به منوی گزارش از بالای صفحه اطلاعات خرید و اقساط ایجاد شده خود در سامانه را مشاهده نماید.